سرخط مهمترین خبرها: سازش نوی دوشنبه و بیشکک و رهایی 4 سرباز قرقیزستان. تاجیکستان مرگ 41 نفر را در مناقشه مرزی تصدیق کرد. و سؤالی که بحث برانگیز شد: چرا تاجیکستان ماتم ملی اعلان نمی کند؟ درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 20 سپتامبر است. رئیسان کمیته های دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان برای بیرون بردن نیروهای اضافی و تکنیک های حربی از خط مرز به سازش رسیدند. دو طرف در گذشته نیز به این مانند حجت ها را امضا کرده، اما دیرتر یکدیگر را به نقض آن گناهکار دانسته بودند. حکومت ولایت سوخت گفت که سند نو را سیمومین یتیموف و قمچیبک توشیف روز 19 سپتامبر در گذرگاه سرحدی گلستان امضا کردند. به اطلاع منبع، طرف‌ها مسئله تأمین ثبات در منطقه های نزد سرحدی را بررسی کرده برای رعایت حتمی آتش بس تاکید نمودند. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان برگزاری جلسه را در قلمرو تاجیکستان تصدیق کرده ولی تفصیلات نداده است. بنا به خبر دیگر، قمچیبک توشیف گفته است که تاجیکستان 4 سرباز آن کشور را به گفتش از اسارت رها کرد. او افزوده است یکی از سربازان زخمی بوده، وضع 3 نفر دیگر قناعت بخش است ولی آنها را به بیمارستان برده و معاینه می کنند. مقامات تاجیکستان در این باره اطلاعی ندادند. مقامات تاجیکستان اعلان کردند که در جریان مناقشه روزهای 14 و 17 سپتامبر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 41 نفر کشته شدند. صادق امامی، معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان، روز 19 سپتامبر هنگام بریفینگ با حضور نمایندگان کارپوس‌های دیپلماتی در دوشنبه این رقم را اعلان کرد. معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان نگفت که از میان 41 کشته شده چند نفر نظامی و چقدر غیر نظامی هستند. یک روز پیش وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در اظهارات گفته بود که در مناقشه اخیر دست کم 30 غیر نظامی از جمله 2 کودک و 1 زن حامله کشته شدند. صادق امامی گفت آمار مرگ 41 نفر نهایی نیست و ممکن است بیشتر شود. وضع چند نفر از زخمیان وزنین است و طبیبان برای نجات آنها تلاش دارند. افزود معاون وزیر کارهای خارجه. بار اول است که مقامات آمار کشته شده های مناقشه اخیر را در مرز با قرقیزستان رسما اعلان کردند. پیش از این حزب دموکراتی تاجیکستان که رهبرش عضو پارلمان است، شمار کشته شده های اخیر را 60 نفر گفته بود. صادق امامی در این بریفینگ همچنین از مقامات قرقیزستان انتقاد کرد و آنها را به کشتن زنان و کودکان تاجیک متهم نمود. جانب قرقیزستان این تنقیدها را رد کرده است. بیننده عزیز، گزارش مفصل از نشست وزارت کارهای خارجه در برنامه اخبار تقدیمتان می شود. بیننده عزیز توجه کنید به یک آگهی. بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد نوید بامدادی ساعت 9 صبح به وقت دوشنبه و ساعت 7 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید. گروهی از فعالان و نمایندگان حزب‌ها از حکومت تاجیکستان خواستند 20 سپتامبر و یا هر وقت دیگر را روز ماتم ملی اعلام بکند تا از مردم و سربازان کشته شده قدردانی شود. حکومت تاجیکستان 19 سپتامبر را به خاطر افراد کشته شده در مرز روز ماتم ملی اعلان کرد. همکارانم سروینازی روح‌الله و برات یوسفی همین موضوع را با کارشناسان در میان گذاشتند. با گذشت 3 روز از حادثه‌های خونین در مرز با قرقیزستان، برخی از استفاده‌برندگان تاجیک شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد دارند که برای گرامی‌داشت قربانیان جانب تاجیکستان روز ماتم ملی اعلان کرده شود. از جمله سید جعفر عثمانزاده، رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان، با نشر یک اظهارات خواستار اعلان شدن 20 سپتامبر روز ماتم ملی شده است. هر یک سربازی و اون که شهروندی که در جمهوری تاجیکستان زندگی و اقامت میکنند البته در زیر حمایه کنستیتوسیون سرخانه جمهوری تاجیکستان است، زندگی و کار فعالیت میکنند و این نفرها از هجوم احدشکنانه ساختارهای قدرتی قرقیز جان دادند. یعنی این نفرها درک نداشتند که از طرف قرقیز به ما حمله می شود. چون در این حالت است باید که حکومت جمهوری تاجیکستان
روز 20 روز ماتم ملی اعلان کند، زیرا که ما باید نسبت گذشتگان، نسبت احترام روح آنها باید یک نظر یک احترام خاصه باید داشته باشیم. ولی این عقیده نیز صدا می‌دهد که اعلان ماتم علامت ضعف خواهد بود و شاید به این سبب مقامات آن را قبول ندارند. برخی دیگر پیشنهاد دارند که باید در سطح بالای حکومت به هر خانواده قربانیان درگیری اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان اظهار تسلیت کرده شود. به قول آنها در صورت توجه خاص ظاهر نکردن به قربان شدگان درگیری مرزی، خانواده‌های قربانیان و همچنین جوانان را دلسرد می‌کند. شما مسئولین کشور هستید. اگر اونها کشته شدن شما هم مسئول هستید. در برابر آنکه قرقیزهای متجاوز به خاک ما هجوم کردند، شما هم همچون سران این کشور مسئول زندگی شهروندان تاجیکستان هستید. وقتی که اونها میمورند به طور عمومی کشته میشوند، حتما که باید اظهار تسلیت بکنند و یا روز ماتم اعلام میشد تا که شهروندان زنده مانده تاجیکستان ببینند که آنها در نزد حکومتشون قدر دارند و ارزش دارند. تاجیکستان در حادثه‌های گذشته پرقربانی مرزی با قرقیزستان نیز به خاطر گرامیداشت قربانیان روز ماتم ملی اعلان نکرده بود. در قرقیزستان روز 19 سپتامبر به خاطر کشته شدگان حادثه‌های اخیر مرزی ماتم ملی اعلان شد. های دویدوف، هنرپیشه اسرائیلی و مؤسس تئاتر مضحکوی خنده خنده یهودی‌های بخارایی با استودیوی سینمای ازبک فیلم یادداشت تفاهم درباره نوارگیری فیلم مشترک با نام توی مبارک امضا کرد. مراسم روز 16 سپتامبر در شهر تاشکند برپا شد و زیر این سند های دویدوف به حیث هم مؤلف فیلم و از جانب ازبکستان فردوس عبدخالقوف رئیس کل آژانس کینماتوگرافی ازبکستان امضا گذاشتند. در قدم بعدی سازشنامه همکاری به تصویب می رسد و نقشه این است که سال آینده این فیلم نوارگیری و تهیه شود. کارگردان فیلم عادل رز و یک از پرودیوسرها ادر شفران از اسرائیل می باشند. خرج پرداخت فیلم میان دو کشور تقسیم می شود. قصه از عشق دختر آوازخوان یهودی و جوان موسیقی نواز مسلمان قصه می کند که هر دو در یک انسامبل هنری با هم کار می کنند. بعد یک سال میوه این عشق پسر در اسرائیل چشم به دنیا می کشاید. های دویدوف درباره کار در تئاتر خنده خنده اش اینچنین در فیلم های زیاده در اسرائیل نقش بازی کرده است و یک از آخرین فیلم ها با اشتراک او ماجرای جاسوسی تهران است که سال 2020 در اوج دوره پاندمی کرونا ویروس در شبکه نتفلیکس نشر شد. او نیت دارد که تا بهار سال آینده به تاجیکستان هم سفر کند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 20 سپتامبر را فرا می گیرد. 20 سپتامبر سال 1924 در دوشنبه نخستین شعبه پوچته تاجیک ارزی هستی نمود که 7 نفرین نخستین را به کار قبول کرد. آن زمان نامه و بسته ها را با اسب و اشتر و خر بار کرده به شهر و ده جمهوری نوی شوروی می رسانیدند. سال 1935 پوچته تاجیک صاحب بینای مرکزی خود شد که بیش از 80 سال خدمت کرد. 20 سپتامبر سال 2011 نمایندگان نیروهای مسلح تاجیکستان و چین در مراسم شرکت کردند که در آن رسما دوشنبه 3% از زمین‌های دعوایی را به اختیار پکین واگذار کرد. درباره این حادثه چند هفته بعد رسانه‌های چینی خبر دادند و این مسئله مایه تنقیدهای زیاد از حکومت تاجیکستان گردید. مقامات تاجیک آنوقت گفتند که این سند به بحث مرزی میان دو کشور خاتمه گذاشت و بحث بیش از 100 ساله با همسایه شرقی و پشتیبانی کلیدی اقتصادش نقطه گذاشته یک پیروزی دیپلماتی تاجیک می باشد. 20 سپتامبر سال 1909 زادروز نویسنده معروف تاجیک جلال کرامی است که در اثرهایش واژگونی امارت بخارا و رویدادهای سالهای 1920 را تصویر کرده است. او برای رمان‌های تاری عنکبوت، دختر آتش، 12 دروازه بخارا و تخت واژگون جایزه‌های بلند گرفت، ولی برای قصه‌های تیرمار و من گنه‌گارم تحت تعقیب مقامات وقت شوروی قرار گرفت. این فشار سبب شد که اکرامی حقیقت اشغال بخارا از طرف اردوی سرخ شوروی را در آثار بدیعش قلمداد کردن نتواند، ولی در سالهای آخر عمرش در خاطره هایش تصویر کرد. قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی شبانه روز گذشته تقریباً بی تغییر بود. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی قریب به 166 سومانی برابر است. $100 آمریکایی باشد
تا 1000 سومانی عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 20 سپتامبر چنین تعیین شده است. بیننده عزیز، به پایان برنامه نوید رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدار.